سهم ما از این آبی بی نهایت را نه تقدیرمان که رویاها و بلند پروازی هایمان مشخص می کند. زیرا کیفیت زندگی هر کس را باورهایی که او در سر می پروراند تعیین می کند. برای بودن در اوج باید رویاهای پرواز را در سر داشت. این کتاب 5مین جلد از مجموعه کتاب‌های شما عظیمتر از آنی هستید که می اندیشید می باشد. شما عظیمتر از آنی هستید که می اندیشید. بهشت یا جهنم انتخاب با شماست. مشکلات را شکلات کنید. جانب عشق عزیز است، فرو مگذارش. استقبال و الطاف خالصانه شما عزیزان ما را بران داشت که نوشتن و چاپ این سری کتاب‌ها را ادامه